بچه ها سلام. من دوستم مرتضی. امروز داریم چرخ سواری میکنیم تا خود آزادشهر، ولی ما نمیدونیم متاسفانه چقدر راهه. خب فقط ما تصمیممون رو گرفتیم سر زور جا بیفتی نکنه زودتر برسیم. الان فقط داریم میرسیم به کجا؟ الان میرسیم به سرای کجا این اسمش؟ سرا چیه؟ سرا شینه است. بریم این واره، بریم این سمت سرا شینه ببینیم چی میشه. فعلا بعد از اونجایی که خیلی مسافت دوره مرتضی آب سرد کنه وایسا. بچه ها همونجایی که دیدیم وایسانیم آب بخوریم. میشه وقتی که میشینن دلدار الله تو قایق ها دور از غم ها میخونن نغمه خوش لب کار. هر روز تنگ غروب تو شهر ما صفا داره لب شهر پای نخلا خوشی با چنگونه و ساغرونه میشه با شادی و غم زمانه چه خوب و قشنگ لب کارون چه گلبارون. بچه ها میدون معلمیم میدون معلم ها آخه دور از غم ها میخونن نغمه خوش. بچه ها ما تا وسط های پول اومدیم. آمون تایه لایک نشون بده لایک. خیلی را میگه را اومدیم بالا ولی چیزی دیگه همونده. شیشه ها رو ببین بسکه. خب بچه ها تو سرازیری از پلی. خب بو مرتضی نه نتاس بیا نتاس باشه پا نزنده پا نزن. دست بگیری ترمز میشه وقتی که میشینن دلدار الله تو قایق ها دور از غم ها. عرض میکنم خدمت همه شما بالا از سرای شنه اومدیم تا پول هوایی رو اومدیم پایین. برابر 7 کیلومتر راه بچه ها ما اومدیم. ما بالاخره تو سایه وایسادیم. رخشو ببین، رخش قدیمی تا اینجا اومد. حالا دیگه میخوای جدیدش نیا. اگه از این سبک ویدیو رو دوست داری حتما کانالمو دنبال کن و زنگوله نوتیفیکیشن رو بذار باحال. خداحافظ. وای